میگه که مامان شام درست نکن نمیایم خونه، ما عادت کردیم مغز همو بخوریم. سلام، صبحت بخیر. امروز دوشنبه در خدمت شما هستیم. بعد اینکه ببین من 2 تا ویدیو میگیرم، سعی میکنم بگیرم، یا یه وقت اگه نگرفتم از دستم ناراحت نشی. یا دوربین صافه؟ صافه، خیلی صافه، حدثا ناراحت نشی. من سعی میکنم جمعه ها و دوشنبه ها ویدیو بذارم. فعلا هم سبک ویدیو همینه تا اینکه اگر خدا خواست پلیلیست دیگه اضافه بکنم، ولی فعلا تو همین پلیلیست با موضوعات مختلف میریم جلو. و اینکه صرفا من یه چیزی واسم سوال میشه، میرم راجبش چه تحقیق ریزی میکنم، میام میگم شاید واسه تو هم جالب باشه. فکر نکنیم من دکتری روانشناسی چیزی هم میام اینا رو میگم. منم یه آدم معمولی از خدا بیخبرم که فقط یه سری سوالا واسم به وجود میاد، میرم پیگیری میکنم ببینم چی بوده و میام توی این پلیلیست زیر 10 دقیقه برات توضیح میدم. سلامتی خودتون. سرده همیشه هم میگم. خب موضوع این قسمت در رابطه با اینه که چرا همدیگه رو مسخره میکنه. مثلا داستان مسخره کردن چیه؟ ببین به هر کی میگی مسخره میکنی کسی یا نه، میگه نه، ولی خب به نظر من ما نشده که تا حالا کسی رو مسخره نکنی. شاید هم تو یادت نمیاد، قطعا یکی رو تو زندگیت مسخره کردی. حتی اگه خیلی آدم صالح و پاکدامنی باشی، تو زندگی قطعا یکی رو مسخره کردی. حالا چی میشه که ما میریم بقیه رو مسخره میکنیم؟ ببین اینجوری بوده که اصلا از اون قدیم انسان برای بقا نیاز داشته که اون رکن اصلی اون، حالا اون جمعی که هست قرار بگیره. میدونی چی میگم؟ یه دوپامینی رو براش ترشح میکرده. این دوپامین خیلی دردسره، اصلا این سری باید بریم راجع به دوپامین واسهتون ویدیو بگیرم. اون مسخره کردنه باعث میشده که اون دوپامینه واسهش ترشح بشه و خودش رو یه آدم برتری نسبت به افراد دیگه اون جمع بدونه از قدیم. پس یکیش میشه اون سیبل جمع بودن. سیبل جمع نه به معنی بعدا، شاید هم کلمه‌شو دارم اشتباه میگم، ولی اون آدم اصلیه جمع بودن. یعنی طرف حال میکرده با اون قضیه که مثلا با مسخره کردن میتونسته اون جایگاه رو به دست بیاره. مثل قدرت بوده واسهش. یعنی مثلا اگر تو اون جمع من میرفتم ایکس رو مسخره میکردم، به من حس قدرت میداده. شاید هم ناخودآگاه بوده، ولی اون مسخره کردنه باعث میشده تو احساس قدرتمند بودن بکنی. از یه طرف دیگه مسخره کردن یه نوع مکانیزم دفاعیه. یعنی تو یه ایرادی داری، برای اینکه ایرادت به چش نیاد میری طرف رو مسخره میکنی که اونو بلدش کنی. یعنی میگم بهترین دفاع حمله است. قضیهش اینه، روانشناسا هم بهش میگن پروجکشن. مثلا یه حالت فرافکنیه. اینجوریه که من مثلا چه میدونم یه مشکلی توی ظاهرم دارم، ولی به خاطر اینکه توی اون جمع این بولد نشه، میام مثلا از یه آدم دیگه یه مشکلی پیدا میکنم، شروع میکنم اونو مسخره کردن تا بقیه نیان سمت من. این از ضعف من میاد دیگه. یه بخش دیگه میشه بخش اعتماد به نفس. یعنی وقتی کسی اعتماد به نفس رو نداره، اینجوریه که مثلا باز هم رو به جلو حمله میکنه. کسی که از خودش مطمئنه که مطمئنه، طرف نشسته یه گوشه داره مثلا کارشو میکنه، کاری به تو نداره اصلا. ولی کسی که اعتماد به نفس نداره، با اون مسخره کردن سعی میکنه که یه چیزی رو برای خودش به وجود بیاره تا نسبت به بقیه کمتر دیده نشه. حس ناامنی میکنه اگر اون کارو نکنه. این چی میگم؟ ولی در صورتی که اوکی نیست. ببین ما فرق داریم. ما مثلا مسخره کردن با شوخی کردن فرق میکنه. خود شوخی کردن یه خط باریکه، یه لبه، یه تیغه. یعنی تو اینجوری کنی میفتی اون ورش. یعنی به نظرم خیلی سخته. همه هم نمیتونن اونو به نظرم رعایت بکنن. چون مثلا مثال میگم من خیلی حواسم به شوخی کردنم هست، نه قطعا یه جای نفر ناراحت کردم، چون من خودم آدم شوخیم. مثلا 10 دفعه مثلا با طرف شوخی میکنم، ولی من اصولا سعی میکنم که
نقطه ضعف طرف رو نزنم، ظاهری طرف رو مسخره نکنم، شوخی کنم باهاش، حالا یه چیزی که خودش هم بخنده. میدونی چی میگم؟ حتی این یه چیزه، یه فکته. یعنی تو وقتی با کسی شوخی میکنی، اول اینکه باید اون طرف خودش بخنده به شوخی تو. اگر اون طرف نمیخنده یعنی داری مسخرهش میکنی، یعنی حال نمیکنی، نباید این کارو بکنی. از یه طرف دیگه نباید نقطه ضعف طرف رو بزنی. پس چجوریه؟ یکی اینکه تو شوخیت نباید نقطه ضعف طرف تو بزنی، دو اینکه تو هم باید، اونم باید خوشحال بشه. یعنی مثلا یه شوخی باش میکنی، اونم باید بخنده. اگر نمیخنده یعنی اینکه بابا چیکار داری میکنی؟ داری مسخرش میکنی اون لحظه. بعد چه کاریه اصلا؟ شوخی نکن با کسی، بشین یه گوشه کارتو بکن. سلام، حال شما خوبی؟ خیلی خوشحال آمدید. برای چه حتما باید بریم مسخره بازی در بیاریم مثلا؟ یکی از دلایل اصلی مسخره کردن اینه که توجه جمع رو بگیری سمت خودت. یعنی تو فامیلتون، تو جمع فامیلیت نشستی، پسر خالت میاد شروع میکنه باهاش شوخی کردن، ها ها شلوارشو نگاه، ها 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 مدل موهاشو نگاه، ها ها. بعد مثلا 4 تا دیگه اون بغل میاد، ها ها. این درست نیست. تو مدرسه اینجوریه. تو مدرسه یهو میان میریزن رو یه چیزی، تو پیدا میکنن گیر میدن بهش. تو سربازی این مدلیه، چه میدونم. مثلا فیلم های آمریکایی رو نگاه کردی؟ این تینیجر توریاش که توی این های اسکول ها دبیرستان ها میچرخن، بعد مثلا بچه های کولشون میان بقیه رو مسخره میکنن، همه حال میکنن با اونا بگردن. یه حالتش هم اینه. خب درست نیستش اصلا. بعد حالا مثلا این مدلی که خب چجوری این اتفاق بیفته که طرف ناراحت نشه؟ قبل از اینکه با یارو شوخی کنی مزه کن. اول با خودت فکر کن، بگو اگر من اینو بهش بگم ناراحت میشه، خودتو بذار جای طرف، ببین اگه یکی اون حرفو بهت بزنه ناراحت میشی. بعد یه سری از شوخی ها تو لحظه است. مثلا برای طرف یه اتفاق میفته، تو میزنی زیر خنده. شاید اون اتفاق، مثلا من هیچ وقت یادم نمیره توی استخری کار میکردم، یکی از دوستام، یکی از همکارام، تازه با هم کار میکردیم، یه روز سر خورد زمین، سرش هم خورد زمین. من زدم زیر خنده. اون لحظه من داشتم میخندیدم، بعد یهو نگاش کردم دیدم اون اصلا نمیخنده. بعد یهو اینجوری شدم قشنگ که ای نه، یه چیزی شد. مثلا سرش خورده بود زمین، درد گرفته بود. حالا اونم ولی واقعا این مدلیه. یا مثلا یکی از دوستای من دیروز باهاش صحبت میکردم، داشت تعریفی که میگفت چند روز پیش وایساده بودیم، یکی از آدمایی که توی اون جمع وایساده بودن داشتن صحبت میکردن، یهو میخوره زمین به خاطر آلودگی هوا، حالش بد میشه، یهو میخوره زمین. بعد داشت من میگفت که این اولین، دوستم خیلی آدم شوخیه، میگفت این اولین باریه که یکی میخورد زمین و من نمیخندیدم. یعنی میدونی به چی میگم؟ این داره اون چیزا رو به تو میگه که تو باید بدونی تو اون لحظه آیا واقعا جای خندیدنه، آیا واقعا جای شوخی کردنه یا نه. مثلا این اونجا فهمیده ولی من اون بر نفهمیده بودم. این قضیه هم که میگم ولی اصلا 7 8 سال پیش بوده، اینجوری نبوده بگم الان اتفاق افتاده. بعد ببین، مسخره کردن یکی از بزرگترین زخم‌های روانیه که تو میتونی به یه آدم بزنی. یعنی تو با اون حرفی که به اون آدم میزنی باعث میشه که اون اعتماد به نفسش بیاد پایین، اضطراب اجتماعی بگیره، اجتناب کنه از ورود به بعضی از جمع‌ها. همین الان اگر با خودت فکر کنی، اتفاقا اگر اینو البته آدما دوست ندارن ولی خب اگه دوست داشتی میتونی بنویسی چه جمله‌ای توی ذهنته که مسخرت کردم هنوز یادت نرفته. تو از بچگیت خیلی چیزا تو ذهنته. مثلا من خودم خیلی چیزا رو یادم میاد، راجع به مثلا وزنم یا چیزای دیگه با هم شوخی میکردن یا مسخره میکردن. شاید اونا فکر نمیکردن ولی رو من تاثیر میذاشه، همونجوری که من فکر نمیکردم و با حرفام روی سری تاثیر گذاشتم. بعد هر رفتاری که هر آدمی انجام میده یه داستانی پشتشه. مثلا میبینی چه میدونم طرف یه تیکی گرفته، اون تیکه رو از روی مسئله‌ای گرفته، یه اتفاق تلخی تو زندگیش افتاده، تیک گرفته. بعد فرض کن مثلا تو یه تیکه طرف رو مسخره میکنی، این که داری اونو مسخره میکنی هیچی. بعد فرض کن تو ذهن اون داری چی به وجود میاری؟ این که اون تیکه که باعث اون اتفاق بد، یادآور اون اتفاق بد توی ذهنشه، حالا تو داری اون اتفاق بدرم مسخره میکنی. ما نمیدونیم که چی میگذره توی زندگی آدمو.
برای همینه میگن آقا مثلا نقطه ضعف کسی رو مسخره نکن، ظاهری کسی رو مسخره نکن. شاید فلان کس به خاطر اون ایرادی که توی چشمش داره مثلا خیلی تحقیر شده باشه تو زندگیش، خیلی خودش استراب کشیده باشه، بعد تو میای دست میذاری رو اون باه میترکه. لایک، سابسکرایب، کامنت فراموش نشه و اینو بدون آدمای قوی میسازن، آدمای ضعیفن که میشکنن. یعنی تو با یه جمله خوبت میتونی روز یه نفر رو بسازی، ولی با یه جمله بدت، با مسخره کردنش میتونی روز اون آدم رو، بلکه شاید ماه‌ها یا سالیان سال ذهن اون آدم رو درگیر کنی با یه جملت. پس سعی کن آدم رو مسخره نکن. کیس، بوس، بغل. خدافظ.